در 26 مارس سال 1881 در شهر فلورانس ایتالیا پسری به دنیا میاد که اسمش رو میذارن گوچیو. گوچیو اسمی بود که به فامیلیش هم میخورد، چون فامیلیش گوچی بود. بعد اسمش داخل شناسنامه شد گوچی. وضع پدر مادر گوچیو بد نبود، چون که یک کلاهدوزی داشتن و گوچیو رو از بچگی میبردن اونجا تا کار کنه. اما بعد از چند سال یک دفعه ورق بازی دنیا برمیگرده و فروش کلاه میاد پایین و پدر گوچیو ورشکسته میشه و خیلی سریع خانواده که دستشون به دهنش میرسید فقیر شدن. در این زمان گوچیو به 18 سالگی رسیده بود. برای همین به پدر و مادرش گفت من نمیخوام تو فلورانس بمونم، میخوام برم لندن، چون اونجا پول بیشتر در میاد. اون به محض اینکه میرسه به لندن تو یک هتل لوکس استخدام میشه، هتلی به اسم رویال سووی. گوچیو تو این هتل با آدم‌های ثروتمند مختلف روبرو میشه و به سر و وضع اینا خوب نگاه میکنه. لباساشون رو با دقت نگاه میکنه، کفشاشون رو، کلاهشون رو و حتی چمدونشون رو با دقت نگاه میکنه. این دوران خاصیه، چون دورانی که یک ثروتمند وقتی میخواد خودش رو به بقیه نشون بده باید با لباس و سر و وضعش نشون بده. برای همین لباسای سنگین قیمت رو با کلاسی می‌خریدن و می‌پوشیدن و اون موقع مثل الان نبود، چون که الان هر کسی میتونه که لباسای گرون قیمت بخره، اما اون زمان فقط ثروتمندا بودن که می‌خریدن. روزها میگذشت و گوچیو این ثروتمندها رو نگاه می‌کرد و چون تو کلاهدوزی تجربه داشت پیش خودش گفت میتونم پولهام رو جمع کنم و برام یک چرمدوزی کوچیک راه بندازم و لباسای چرمی درستم و بفروشم به این پولدارها. درسته که گوچیو کلاهدوزی رو بلد بود، اما با چرم بلد نبود کار کنه، مخصوصا دوختش چیزهای دیگه به غیر از کلاه و به خاطر همین از هتل استفاده داد و رفت توی کارگاه چرمدوزی استخدام شد. حالا شاید فکر بکنید که اون رفت 5-6 ماه اونجا کار کرد و چرمدوزی رو یاد گرفت و اومد کارگاه خودش رو راه انداخت. اما باید بگم که کار اصلا به این راحتی نبود، چون که لندن پولدارترین شهره و همه چیز گرونه و اگه هم بخوای از این کارها بکنی باید با آدمای خفنی رقابت بکنی. گوچیو هم بچه باهوشی بود و اینو فهمیده بود که به این راحتی‌ها نمیتونه به هدفش برسه، اما ناامید نمیشد و اون تصمیم گرفت که تو همین کارگاه کار کنه و تبدیل بشه به استادکار اونجا. شاید باورتون نشه ولی گوچیو 20 سال تو این کارگاه کار میکنه و وقتی که 40 سالش میشه کاملا باور داره که استادکار ماهر چرمدوزیه. برای همین از این کارگاه میاد بیرون و میره کارگاه کوچیک خودش رو راه میندازه. اون پیش خودش گفته بود که باید از همین اول چیزهای درجه یکی درست کنم تا مشتری‌ها من رو بشناسن. اولش هم که مشتری نبود، اما کیف و کفش چرمی زنونه‌ای که میدوخت انقدر با کیفیت و درجه یک بود که خیلی زود ترکون و به جایی رسید که پولدارها میومدن تو کارگاه گوچیو سفارش کیف و کفش میدادن تا تو نوبت وایسن و بگیرن. البته رمز موفقیت گوچیو این بود که نه تنها کیفیت بالا بود بلکه از کسای دیگه هم کپی نمی‌کرد و سعی می‌کرد که طرح خودش رو پیاده کنه و یه جورایی یک طرح خوبم بود. گوچیو وقتی این سفارش‌ها رو می‌بینه هولورش می‌داره و یه جورایی عجله می‌کنه و میره یک کارگاه بزرگ اجاره می‌کنه و پرسنلش هم 7-8 نفر اضافه می‌کنه. اینها هم هر روز کار می‌کردن، اما سودی گیر گوچیو نمی‌اومد، چون کارگاه بزرگ اجاره بالایی داشت و کارکنان هم حقوق می‌خواستن. برای همین دخل و خرجش مساوی بود و نمیتونست که رشد کنه. گوچیو به 50 سالگی میرسه اما هیچ رشدی نمیکنه، چون گفتیم که دخل و خرجش مساوی بود و در همین زمانه که 3 تا پسرای گوچیو بزرگ شدن و اومدن کمک پدرشون که اسمشون به ترتیب واسکو، رودولفو و آلدو بود. پسرای گوچیو هم مثل پدرشون تو سختی بزرگ شدن، برای همین قدر کارو میفهمیدن و مثل پدرشون انگیزه موفقیت داشتن. این 3 تا پسر دیدن که کارگاه بزرگی که پدرشون هیچ درآمدی نداره اما ارزش کارشون رو میدونستن و رفتن پیش به پدرشون گفتن بهترین کار اینه که یک کارگاه دیگه تو روم بزنیم. اما گوچیو گفت این ریسک بزرگیه، اما دید که پسرا چقدر انگیزه دارن گفت اشکال نداره برین کارگاه هم اونجا بگیریم و این بهترین کاری بود که این خانواده انجام داده بود، چون کارگاه روم گوچیو رو جهانی کرد و دیگه به 4 تا مشتری لندن وابسته نبودن. دور زمان هم تغییر کرده بود، چون تا چند سال پیش فقط پولدارها میتونستن محصولات اینها رو بخرن، اما پسرای گوچی طوری داشتن تبلیغ میکردن که یعنی آدمهای معمولی هم بیاین بخرین و این تبلیغات باعث شد که مردمهای عادی پولهاشون رو جمع کنن و بیان یک کیف گوچی بخرن و به زنشون هدیه بدن. یعنی گوچی اولین برند لاکچری بود که محصولاتش رو برد بین مردم عادی و همین باعث شد که موفقیت اینها چند برابر بشه. و وقتی به سال 1953 میرسیم برادران گوچیو تصمیم میگیرن که یک کارگاه تو نیویورک بزنن و اونها با همین روش قبلی بازار محصولات لاکچری آمریکا هم گرفتن تو دستشون. این روزها دیگه پدر بازنشسته شده بود و فقط پسرش رو راهنمایی میکرد و فقط چند هفته بعد از افتتاح بوتیک گوچیو در نیویورک گوچی در سن 72 سالگی بر اثر سکته قلبی از دنیا میره. جالبه که بدونی گوچیو فقط این 3 تا پسر رو نداشت، یک دختر هم داشت به نام گراملدا.
اما هیچ ارثی برای این دختر نذاشته بود و کارخونه گوشیو کاملا داده بود به 3 تا برادر. برای همین بعد از مرگ گوچیو گراملدا میره از 3 تا برادرش شکایت میکنه ولی تو دادگاه نمیتونه برنده شه چون پدرش وصیت کرده بود که کل کارخونه برای 3 تا برادر باشه و واقعا یه جورای عجیبه. نمیدونیم چرا گوچیو اصلا دخترش رو به حساب نیاورده بود، چون حتی یه خونه یا آپارتمان یا یه مقدار کمی پول هیچی به این دختر نداده بود و همین باعث شد که یک چشم و همچشمی وحشتناکی تو این خانواده کلید بخوره. تو همین وضعیت ناجور شرکت گوچی داره روز به روز پیشرفت میکنه و فروشگاه نیویورک کل بازار آمریکا رو میگیره تو دستش و یک جورایی میشه گفت که فروش شرکت 2 برابر شده و باید بدونی که تو آمریکا تبلیغات حرف اول رو میزنه. 3 تا برادر هم در اون دوران به بازیگران هالیوود پول میدادن که محصولات گوشی رو بگیرن تو دستشون و فیلم بگیرن. این تبلیغات یه جورای گوشی رو تو آمریکا ترکوند و بازار آمریکا فروشش چند برابر بازار اروپا شد. آمریکایی ها هم که میدونید که عشق بدهکاری ان، اون موقع میرفتن وام میگرفتن و میومدن کیف و کفش گوشی میخریدن، بعدن نگران قسطش بودن. در سال 1974 برادر بزرگتر یعنی واسکو از دنیا میره. اون نصفی از ثروتش رو به همسر و بچه‌هاش داده بود و نصف دیگه‌ش هم نوشته بود برسه به 2 تا برادرم. بعد از این واقعه 2 تا برادر میان پیش زن برادر بزرگشون و میگن که سهمت رو میخریم، اونم میفروشه بهشون و در اینجا شرکت گوشی میشه مال 2 نفر، یعنی 2 تا برادر کوچیک‌تر. اونها هم دیگه جوان نیستن ولی هنوز دارن شرکت رو توسعه میدن. نمایندگی‌های گوشی رو به تمام دنیا بردن، آسیای شرقی، سنگاپور، چین، ژاپن، کره و کلی گوشی دوباره رشد میکنه. ایتالیایی‌ها یه گفته دارن، میگن نسل اول میسازه، نسل دوم گسترش میده و نسل سوم نابودش میکنه و در همین دورانه که این 2 تا برادر که سنشون بالای 70 ساله دارن تصمیم میگیرن که بعد از مرگشون این شرکت مالکی بشه. حالا شاید بگه که مگه بچه ندارم، ولی باید بگم که چرا، کلی بچه داشتن. اما اونها میگفتن ما باید به کسی بدیم این شرکت رو که رشدش بده، نه اینکه نابودش کنه. ولی متاسفانه با وجود اینکه 2 تا برادر هنوز زنده‌ان، بچه‌هاشون دارن یه جورایی به همدیگه دهنکجی میکنن و هر کدومشون میخوان که خودشون مالک کارخونه باشن. بالاخره رودولفو از دنیا میره و به خاطر اینکه شرکتش درنده رشد پیدا کنه تمام سهم کارخونه‌اش رو میده به پسرش یعنی ماریتسیو گوچی. اینجا هم یک ناراحتی ساخته میشه چون به خواهرش هیچی نداده بود. در حال حاضر ماریتسیو با عموش 50-50 شریکه و با وجود اینکه خیلی جوان‌تر از عموشه در همون موقع یک تصمیم بزرگ میگیره. باید بدونید که در این دوران گوشی همه جا پیدا میشه، تو بیشتر فروشگاه‌ها هست و یه جورایی داره میشه یک برند معمولی. ماریسیو تصمیم میگیره که بدون اینکه با عموش مشورت کنه کارخونه رو برگردونه به دوران لاکچریش و این تصمیم باعث شد که در سال اول 100 میلیون دلار ضرر بدن. اما همه میگن ماریسیو بهترین کار رو کرد. درسته که 100 میلیون ضرر بالا آورد اما اسم گوشی رو دوباره تو دنیا برد بالا. یکی از پسرعموهای ماریسیو یعنی پسر بزرگ آلدو که اسمش پائولو بود، برخلاف ماریسیو فقط 10% سهام رو گرفته، یعنی آلدو کارخونه رو بین تمام بچه‌هاش تقسیم میکنه. این باعث میشه که بیشترین قدرت کارخونه یعنی 50% سهم بیفته دست ماریسیو و هر کسی هر کاری میخواد تو شرکت بکنه باید امضای ماریسیو رو داشته باشه چون بیشترین سهم مال اونه. تو این موقعیت پائولو یعنی پسر بزرگ آلدو به شدت ناراحت و عصبانی و میگه من چرا نباید مثل ماریسیو 50% سهم رو داشته باشم. البته فکر نکنی که دعوا فقط بین این دو تا با سرعموها، همشون با هم دیگه درگیرن. ماریسیو کاربلد بود، اون میگفت با این وضعیت شراکت شرکت نمیشه هیچ کاری کرد. برای همین رفت سراغ سرمایه‌گذار و یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ تا میبینه اوضاع اینجوری سریع میاد جلو که اسمش هم هست اینوستکورپ. این شرکت سهم بچهای آلدو رو دونه دونه خرید اما 3-4 سال طول کشید و رسیدیم به جایی که 50% شرکت مال ماریسیوه و 50% مال اینوستکورپ. اما ماریسیو طوری برنامه‌ریزی کرده بود که خودش مدیر عامل شرکت باشه، نه اینکه اینوستکورپ بیاد مدیریت رو بگیره تو دستش. ماریسیو با وجود اینکه مدیر عامل خوبی بود و تصمیمات خوبی گرفته بود، اما بعد از اینکه با اینوستکورپ شریک میشه پشت سرم تصمیمات اشتباهی میگیره. تصمیم میگیره که گوشی رو به شدت لاکچری کنه، یعنی فقط میلیاردرها بتونن بخرن و این تصمیم بزرگترین صدمه رو به شرکت زد چون فروشش کلی اومد پایین و اگه چقدر میتونستن گرونتر بفروشن و هی ضرر میکردن. اون شرکت رو تا مرز ورشکستگی میبره. برای همین اینوستکورپ اعتراض میکنه، میگه بعد مدیر عامل عوض بشه، اما ماریسیو میگه نه، مدیر عامل شرکت منم و خلاصه شرکت رو میبره تا مرز ورشکستگی. برای همین اینوستکورپ میاد میگه آقا چی میخوای؟ من سهم رو 100
$50 میلیون میخرم. ماریسیو هم قبول میکنه و سهمش رو میفروشه. اینوستکورپ یک مدیر عامل کارکشته رو برای گوشیو میذاره و خیلی سریع گوشی دوباره رشد میکنه و از این به بعده که برای اولین بار هیچ کس از خانواده گوشی تو این شرکت سهمی نداره. زمان میگذره. 2 سال بعد وقتی ماریسیو توی یکی از خیابون‌های میلان قدم میزد، یه نفر میاد پشت سرش کلدش رو در میاره و جلوی همه مردم 3 تا تیر تو مغز ماریسیو خالی میکنه، بعدش هم فرار میکنه. یه جوری عمل کرد که هیچ کس نفهمیدین کی بود و پلیس میلان این پرونده رو خیلی جدی میگیره و میگه این کی بوده که تو روز روشن آدم به این معروفی رو کشت و رفت. اونها میخواستن حتما از این پرونده سر در بیارن و تو اولین تحقیقاتشون متوجه شدن که زن ماریسیو به تازگی ازش جدا شده. برای همین انگشت تام رو گرفتن طرف زنش. پلیسا میان دور و بر این خانم و از آدم‌هایی که اطرافشن سوال و جواب میکنن و یه دونه از آدم‌هایی که مورد بازجویی قرار گرفت خیلی استرس داشت. برای همین پلیسا بیشتر بهش مشکوک میشن و یه جوری سوال و جواب میکنن که این ناخودآگاه یه چیزی بگه. اونم میگه زن ماریسیو دنبال کسی میگشت که شوهرش رو بکشه. برای همین سری میرن سراغ زنش که ازش طلاق گرفته بود و دستگیرش میکنن و بعد از اون آدم کشی هم که استعفا کرده بود دستگیر میشه و زنش به 29 سال زندان محکوم میشه، اما آدم کش حکم حبس ابد رو میگیره و زنش بعد از 19 سال یعنی در سال 2015 عفو میخوره و میاد بیرون و هنوز هم زنده است و در میلان زندگی میکنه. اما بریم سراغ شرکت ببینیم که در چه حاله. شرکت دیگه دسته خانواده نیست که همش تو سر و کله هم بزنن و اینوستکورپ شرکت رو هی میبره بالاتر و بالاتر و اونها در سال 1997 گوشی رو وارد بورس میکنن و باز هم بیشتر رشد میکنه و در حال حاضر بزرگترین سهامدار گوشی رو دیگه شرکت اینوستکورپ نیست، بلکه یک شرکت لاکچری فرانسویه به نام کرینگ مالک خیلی از شرکت‌های لاکچریه، برندهایی مثل بالنسیاگا یا بوشران اگه درست تلفظ کرده باشم. اون گفته ایتالیایی مثل این که درست بود، نسل اول میسازه، نسل دوم توسعه میده، اما نسل سوم نابودش میکنه. بیشتر شرکت‌های بزرگ دنیا همین سرگذشت رو دارن و بیشترشون دیگه مال اون خانواده بنیانگذار نیست. البته یکی از دلایلی که این شرکت‌ها دیگه مال خانواده هاشون نیست بورسه، چون بیشتر این شرکت‌ها وارد بورس میشن برای پیشرفت و میشه سهامی عام. شرکت‌هایی مثل فورد و فراری که هنوز بنیانگذارهاشون توش سهم دارن فقط حدود 10% از سهمش رو دارن و باز 90% دست مردم و شرکت‌های دیگه است. و اگه تا اینجای ویدیو رو دیدید یک قلب آبی کامنت کنید و بگید که دوست دارید ما تا چه چیزی رو درست کنیم. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.